سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون عالی باشه. بچه‌ها از من خواسته بودین آموزش این فونت رو بهتون یاد بدم. اول از همه وارد برنامه اینشات میشیم، گزینه خالی رو انتخاب میکنیم و به نسبت به آهنگمون طولانیش میکنیم. داخل قسمت نوشتن ها کلمه‌ای که آهنگ گفته رو در حد یه نوشته کوتاه می‌نویسیم و فونت مورد نظر رو انتخاب می‌کنیم. خود متن رو مشکی می‌کنید و دورگیریش رو قرمز، حالا یا رنگ مورد نظر. داخل قسمت سایه‌ها یه قرمز درجه روشن‌ترش رو انتخاب کنید و توی قسمت تابش قرمز پررنگ رو انتخاب کنید. حالا بستگی به توناژ رنگیتون داره که بخواید رنگ مختلف رو انتخاب کنید که من آموزش آبیش رو هم براتون میذارم. حالا در قسمت ویرایش، اون قسمت که چجوری بره بیاد انواع مختلفی داره که به سلیقه خودتون بستگی داره که این رو ترجیح میدید. حالا نسبت به کلمه‌ای که آهنگ میگه تایمش رو مشخص میکنیم. Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go